یه لحظه ببین این چی میگه. تو دوست دارم گیری از من دافع مثبت 18 نبیتی اسفند. من که نمیشناسمت، نه دلم میخواد بشناسمت، ولی خب ترند روز دیگه هر کی میخواد معروف بشه و آهنگش گل کنه اسم BTS رو قطعا میاره تو موزیکاش. تویی که حرف زدنت آرای جان بخش به اشیاس به نظرم نه یا هیت بده به فن کسایی که کاخ سفید رفتن و پاسپورت دیپلماتیک دارن. اگه قرار باشه از خونت به عنوان انباری جوایزشون استفاده کنن نصفشون میمونه پشت درکه. یا فکر کن یک کدومشون قرار باشه بلک کارتشو در بیاره، کل تو بندت میشین اضافه پول آدامسشون. بزرگترین فن پیج جهانیشون هم که جای خود داره، دقیقاً همونایی که میای بهشون هیت میدی همونا رو میگن. قدرت صدا و دنس و موزیک و حرفشون هم که اصلا حرفشون نمیزنم چون قطعا از درک و فهم تو خارجه. رپ فارس هم زمانی قشنگه که پول و گل و دختر و مواد نباشه محتوای تو امثال تو منصورمه ها. وگرنه من خودم فن رپ فارسم، عاشقشم. ولی تو که رپ نمی‌کنی که، چون ما رپ با یاس و امثال یاس شناختیم، نه محتوای زرد و پوچ و بی‌معنی تو.